سلام و درود خدمت همراهان همیشگی فروشگاه گیفتی. امروز در خدمتتون هستم با یکی دیگه از آموزش‌های فروشگاه، نحوه فعالسازی اشتراک پرپلکسیتی پرو. خب همینجوری که اطلاع دارید، پرپلکسیتی یک شرکتی هست که از طریق وبسایت، اپلیکیشن خودشون سرویس های هوش مصنوعی دارن ارائه میدن. نسخه رایگان و بیسیک این وبسایت و اپلیکیشن موجود هست. میتونید اپلیکیشنشون رو دانلود کنید یا از وبسایتشون استفاده کنید. کما اینکه یه سری محدودیت هایی داره، مثلا اینکه زمانی که میخواد پاسخ رو براتون ارسال بکنه یک ذره تأخیر وجود داره. در واقع مورد دومی که هست، دسترسی محدودی به ارسال فایل یا آپلود کردن داکیومنت میده و این آپشن رو برای شما خواهد داشت که وقتی اکانت پرو دارید با سرعت بیشتری پاسخهای خودتون رو دریافت کنید. خب روی اپلیکیشن و وبسایت پرپلکسیتی این اشتراک پرو با هزینه $20 در ماه یا $200 در سال آماده و قابل تهیه هستش. با توجه به اینکه ما در گیفتی تونستیم این اشتراک رو با هزینه کمتری تهیه بکنیم، امروز قدم به قدم بهتون آموزش میدم چجوری این اشتراک رو فعال بکنید. خب قسمت اول این هست که وارد هوش مصنوعی میشیم. در سایت gifty.com اشتراک سالانه پرپلکسیتی پرو اینجا فعال هستش. اگر روی راهنما کلیک کنیم یه سری اطلاعات مفیدی در این خصوص بهمون میده. مورد اول این که لینک فعالسازی خب بعد از خرید براتون ارسال میشه. بدی معنی این هست که شما وارد یک پلتفرم دیگه میشید و فعالسازیتون رو انجام میدید. مورد دوم این هست که بدون هیچ محدودیت آی پی خاصی میتونید از این اشتراک استفاده کنید. و مورد آخر هم این هست که تنها نکته و محدودیتی که وجود داره این هست که اکانتی که بخواید به حالت پرو در بیارید باید حساب جدیدی باشه و حساب قبلی پرو روش فعال نشده باشه. خب ما روی سایت gifty.com از قسمت هوش مصنوعی اشتراک پرپلکسیتی رو انتخاب میکنیم. اینجا وارد سبد خرید میشه و پرداخت و ثبت رو انجام میدیم. با توجه به اینکه من ثبت خریدم رو انجام دادم، وارد سبد خریدم میشم. این کالا رو اینجا در سبد خریدم موجود دارم. قسمت اول کد کارت هستش که اینجا به من به اشتراک گذاشته شده. لینک آموزشی یوتیوب هم همینی هست که خدمتتون ارائه خواهد شد و لینک ورود مستقیم به فعالسازی. من این لینک رو کپی میکنم، روی دکمه کپی کلیک میکنم، در یک پیج جدیدی این پیج رو باز میکنم، در واقع در یک تب جدیدی بازش میکنم و همینطور در یک پیج سومی اکانت پرپلکسیتی خودم رو فعال نگه میدارم. خب اولین قسمت اینجا که وارد میشید روی اکانتتون بهتون میگه که نکته‌ای که هست اینه که نباید اکانتتون قبلا پرو می بوده. روی دکمه understood کلیک میکنیم و حالا من برای مثال اینجا یکی از اکانت هامون وارد میکنم. خب یک کد در واقع فعالسازی به ایمیل من ارسال شده. این کد رو کپی کردم و اینجا قرار میدم. خب روی دکمه آبی Activate Subscription کلیک میکنم. خب همونجوری که میبینید روی صفحه اشتراک پرپلکسیتی پرو من فعال شد و به همین پیام میده که روی اکانت من این مورد اپلای شده. حالا من اگر وارد پرپلکسیتی بشم اینجا میبینم که در واقع یک کامنت برام آورده که اجازه دانلود هم به هم میده اگر خواستم و میتونم اینو ببندم و اینجا اگر مشاهده کنید روی اکانت در واقع دکمه پرو فعال شده. همونجوری که میبینید اکانت به حالت پرو تبدیل شده.
امیدوارم که این آموزش از مجموعه گیفتی مورد نظرتون قرار گرفته باشه. اگه سوالی داشتید حتما در خدمتتون هستیم.